روشا با کره کردستان روش لی دیفروژه آلوز دیبیتن و افسرو که هده به جهوجداری دا حکومت ترکیه که اگر روش به وی آوه نها بردوان بیتن چید بیتن هاوینا دهاتی ترکیه شرک نافوی مترسیدار به خواه بینیتن ده دخونه که دا بروجنامه واشنطن پست صلاح الدین دمیرتاش افسرو که پارتا دموکراتا گلن هده براگهاند بر جوانا ترکیه لی راگرتنا شر و دست پیکنا گوتو بیجن آشتیه و دیالوگا سیاسی ده گوجی داخواست جه امریکا کریه رول ناف بجوانی بینیتن نابرا پکک و انقره دا. دمیرتاش آماجه پیکی کرد. ترکیه راستی مترسیکا مزن دبیتن و چید به هاوینا دهاتی روپروبو نابرا پارتا کارکن کردستان و هیزین ارتش ترکیه گشه بکه و گلک جهالاتین کرد و ترک تیدا بین کشتن. داخوینا دمیرتاش دمکی ده کدمه آبا سالا در بازویدا ارتش ترکیه ارش بو سر باکوری کردستان دست بکرینه. هیا نهاجی نزدیکی 200 ولاتین سیویل لی باجاروکی سور آمده هاتینا دور پیچ کرن. پنجشنبه در بازگویی دمیرتاش سرداناوی باجارکی کرد لی ریک جرانات دان بشته 6 تاخان. جالیه که دن و احمد داود اغلو سرک وزین ترکیه صلاح دمیرتاش به ویک تهمت بار کرد که آلیکاریا تروریستان دکه و دخوازه لی ریک انجام دانا خونشاندانان دور پیچ سر دورا سور آمده رابکتن. لی دمیرتاش وان تهمتا را دکه گود ده بنگهین دا کرد دجی ترور شرید کتنو جالکترین هیزه لی دوره که دجی داعش شرید کتن. چند روزن روشا باجر آمده آلوز بیاو لی اکشنبه در بازبوی خونیشاندان تیناتین انجام دان و خونیشاندار دخوازش کندنا دور پیچ سر باجر که سور آمده دکن که مازتر جهسی مهن بردامه. جالیه کدن و آژانسن ترکیه راد گهینن لیرکا سرکی قضا نصیبین یا سر به پارزگاه مردین اتومبیل کامون بکری لهمبری بنگه که پولیسین ترافیک تقی و به صدمه 2 پولیس هاتن کشتن و 35 پولیسین دنجی بریندار بون. پشتی چند خولکانجی هجمارکا چکدارن به کاتیوشا ایرشی کرنه سر هما بنگهی. هرچند هیانها چالیکی بر پرسرات خواه لیوی ایرشی نراگهاندیه لیسازین اولاکارین ترکیه گرینن پکه به انجام دان تهمت باردکن. به صدامش کسین آنینا پیواجا آشتیه و بردامی اپراسیون سربازیان ترکیه لباکوری کردستان روش اولاکاریا باجرین باکور به روشکا نتنا در باز بیتنو ده حف مهن در باز بیدا به صدان حوالاتی و اندامین هزین اولاکاریان ترکیه هاتینا کشتن.